سن اولین ماشین برقی ایران همسن منه. اولین ماشین برقی ایران آریانا نام داره و یه مشتی دیگه هم ساختن که به دلیل نبود زیرساخت‌های مناسب هیچ کدوم به تولید انبوه نرسید. آریانا 792 ماشین برقی است که در سال 81 به دنیا آمد ولی متاسفانه سریع خاموش شد. حالا چرا اینجوری شد و دلیلش چی بود؟ یه ویدیو توی اینستاگرام درست کردیم که حتما برید اونجا ببینید. مهندس جمشید آریان سازنده این ماشین بود که اصلاً بهش بها ندادن. فقط در همین حد بهتون بگم که چقدر این مهندس حرفه‌ای بوده که تسلا با اون همه ادعاش بعد از 6 سال که آریان اومد ماشین برقیشو درست کرد تازه ماشین برقیشو داد به بازار. آریانا در 8.8 ثانیه به 100 کیلومتر میرسه و حدود 6 الی 8 ساعت نیاز داره تا کامل شارژ بشه که تو این دور زمونه هم خیلی حرف برای گفتن داره. قاصده که نصیر برعکس دانشگاه صنعتی خواجه نصیر دین توسی دست به کار شدن و در سال 88 این ماشین رو رونمایی کردن که با هر بار شارژ 90 کیلومتر میرفت و کلا سرعتش همینقدر بود و اما بازم شاه همیشه در صحنه است و قطعات پراید و یک کوچولو هم از تیبا استفاده شده توی ماشین. شاید براتون سوال باشه که برق داخل ماشین از کجا تامین شده؟ بله درسته، یه صفحه خورشیدی روی سقف ماشین گذاشتن تا برق رو براشون تامین کنه. ولی خب چون مسئولین خیلی به فکر مردمن و چون این ماشین نمیتونه باربند داشته باشه اومدن چیکار کردن؟ تولید این ماشین رو کنسل کردن. مینور خودروی عاشقانه که کلا ظرفیت 2 نفره داره و گوگولی مگولیه که خودروسازان جنوب در سال 90 ساختنش و از پلاستیک و ورقای نازک و آهنی برای ساختش استفاده کردن و 10 اسب بخار قدرتشه و 40 کیلومتر بر ساعت سرعتش میره. باز هم به دلیل فضای عاشقانه و تنگ این ماشین تولیدش کنسل شد. قبلی که بریم ماشین چهارم بهتون بگم یه دونه لایک بزن که هم انرژی شما زیادتر بشه هم انرژی ما. دمتون گرم. کوادرا Q1 در سال 93 قزوینی معروف از دانشگاه آزاد اسلامی یک ماشین 2 نفری 400 کیلوگرمی درست کردن که هادی جون میتونه به عنوان دمبل استفاده کنه و همینجور بلندش کنه. کلا این ماشین 100 الی 200 کیلومتر میتونه با هر بار شارژ بره. 3 ساعت طول میشه تا شارژ بشه و قیمتش هم گفتن اگه تولید میشد حدود $4500 میشد. البرز ایوی باز هم یک نام آشنا و اون چیزی نیست جز پراید. این خودرو در سال 93 توسط دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی در کرج ساخته شد که پراید رو ارتقا دادن. حالا برقی شده و 80 تا 100 کیلومتر رو با 2 ساعت شارژ میتونه بره. یوز در سال 95 ساخته شد و نسخه پیشرفته‌تر کوادرا باشه و زیاد فرقی نکرده. حالا کلا این ماشینی که براتون گفتم برقی بودن. میدونید که یه ماشین داریم که با آب میتونه حرکت کنه؟ What? Bro, what are you talking about, man? اگه دوست دارید ویدیوشو درست کنم حتما کامنت کنید. حالا بریم سراغ جدیدترین ماشین‌های برقی ایران. اطلس سایپا 270 کیلومتر با هر بار شارژ میره که برای شارژ هم 4 ساعت زمان نیاز داره و 91 اسب بخار قدرتشه. حد اکثر سرعتش هم 130 کیلومتر در ساعته و 0 تا 100 هم 12 ثانیه زمان میبره. تارا این ماشین 140 کیلومتر بر ساعت سرعتش هست و قدرتش هم 160 اسب بخاره و 0 تا 100 هم فقط نیاز به 9 ثانیه داره. ریرا ماشینی که خیلی سر و صدا کرده از شرکت ایران خودروه. این ماشین 8.8 ثانیه نیاز داره تا 0 تا 100 پر بشه و 160 اسب بخار قدرتشه و 160 کیلومتر بر ساعت هم میتونه بره. با هر بار شارژ میتونه 470 کیلومتر رو طی کنه. البته 10 ساعت هم نیاز داره تا شارژ بشه. ولی خب اگه توربو بذارید توربوش فقط 1 ساعت نیاز داره. حالا این ریرای عزیز انتقادات و حواشی‌های خیلی زیادی داشته. از جمله اول انتقادی که درباره این ماشین کردن به خاطر چراغ زیادش بوده. در جلوی ماشین حدود 8 تا چراغ استفاده کردن و خیلی گفتن میگه 40 چراغه و در طراحی ظاهریش هم مورد تمسخر قرار گرفته. چرا که در عقبش اگزوز گذاشتن و میگن آقا مگه برقی نیست؟ اگه برقیه پس چرا اگزوز داره؟ ولی خب ایران خودرو اومده گفته که ما اومدیم مثل آودی که اومده اگزوز گذاشته توی ماشینای برقیش، ما هم گذاشتیم برای شیک و مزرعه کردن این ماشین. در سال آینده که اگه ان به امید خدا بتونن این ماشین تولید کنن گفتن اسمشو نمیخوایم بذاریم ریرا و میخوایم عوضش بکنیم. حالا اسمای پیشنهادیش هم گفتن یا سیستان خواد بود یا تبس. به نظر شما کدوم اسمش قشنگ‌تره اگه بخوان براش بذارن؟ لایک و شیر و سابسکرایبتون نره. اگه این ویدیو کامنت خیلی خوبی بخوره حتما یه ویدیوی دیگه درباره ماشین‌های برقی ایران درست میکنم که بیشتر درباره مشخصات داخلی و ظاهری و فنیش بهتون بگم. دوستتون دارم، جیبتون پرپول، سرتون سلامت.